فشار خون بهار. درود به همه دوستان عزیزان. و اما فشار خون در فصل بهار بسیار زیاد و باعث سکته های مغزی و قلبی باید کنترل بشه. تو فصل بهار به خاطر اینکه بدن تمام پتانسیل درونیش رو به سمت خارج، تمام انرژی درونی به سمت خارج فوران میکنه، مثل زمین که فوران میکنه، تمام مشکلات خونی در این فصل بیشتره، همه میریزه بیرون، حالا به صورت جوش است و کهیر است و غیره و ذالک. اکثر افرادی که فشار خون دارن یا سابقه فشار خون دارن در این فصل باید مراقب باشن که سکته نکنن. به مهمانی ها میرن، آجیلا رو میخورن، در همخوری هم میکنن، اینا همه به کنار. باید تو فصل بهار حجامت انجام بشه، تکرار بشه، زالو اگه لازمه بندازن، فصل اگه لازمه انجام بدن. سماق تو خونه دارن هر روز دم کنن، چای ترش اگه دارن دم بکنن، آب قوره مصرف بکنن به صورت شربت، آب لیمو شربت کنن بخورن. اینا برای فشار داریم ما میگیم ما مصرف بکنن فشارشون بالا نره. در کنارش اون کلیپی که گذاشتیم برای سر انگشتا رو تیغ میزدن خون میامد، اگر خدا نکنه دیدید کسی داره صورتش سیاه میشه، کبود میشه، نفسش میگیره، تنگی نفس داره، یه حالتهای تلو تلو میخوره، مثلا میگه سرم گیج میره، این حالتو سری سر انگشتاش خون بزنید، خونگیری بکنید، لاله گوشو بزنید، خونگیری بکنید. هیچ کار سخت نیست، راحت. تو این ایام یکی از چیزایی که واسه فشار خون میشه یبوسته، چون نیروهای که به سمت داخل بود داره میره به سمت بیرون. در خیلی از افراد یبوست تو این فصل یه دفعه زیاد میشه. پس چیکار میکنید؟ تو این ایام باید خاکشیر زیاد مصرف بکنید. خاکشیر یکی از درمان‌های یبوست، درمان یبوست هم درمان فشار خونه. کلیه آب مایعات باید به اندازه کافی بخورید. اگر دیدید مقدار کلیاتون درد گرفت، ماساژ کلیه رو انجام بدید. نگذارید فشار خونتون بره بالا که سکته بکنید. اما حجامت چجوری انجام بدید؟ حجامت هرچی به سمت پایین تنه بره، فشار رو میاره پایین. حجامت گودی کمر ساکرال یکی از درمان‌های فشار خون، خصوصا در فصل بهاره. اینم از فشار خون بهاری. ساعت ایام بکام.